بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسیدیم جلسه دیگه، داستان دیگه، سیمای دیگه از سیمای برگزیدگان صدر اسلام، از اونایی که توی امتحان موفق شدن، قبول شدن، به درجه رضایت الله رب العالمین نائل شدن و خوشبختی و سعادتی که شاملشون شد و تا قیام قیامت این خوشبختی شاملشون هست، به یک زندگی جاودان، به یک آرامش کامل، به یک محبت واقعی دست پیدا کردن. ای کاش که ما هم بتونیم وقتی که در این لحظات نورانی تاریخ قرار میگیریم، در کنار این انسانهایی که نور رو دریافتن، با نور زندگی کردن و نور تمام زندگیشون رو تحت شعاع خودش قرار داده بود، ما هم بتونیم اندکی از این بهره ببریم. به ویژه در این چند ماه گذشته ما تمرکزمون بر بانوان صدر اسلام هست، صرفاً و صرفاً برای اینی که اگر شما تصور کنید در جامعه‌ای بانوان اون ایمان نداشته باشن، اصلاح نشده باشن، فرزندانشون اصلاح نمیشن، همسرانشون اصلاح نخواهند بود، خانواده آرامی نخواهند داشت، به تبع جامعه نابود میشه. و اگر ما بانوان نیکویی داشته باشیم، فرزندان نیکویی داریم، جامعه خوبی داریم، همسران قدرتمندی کنارشون هست. بر همین اساس وقتی به تاریخ صدر اسلام نگاه میکنیم، این مدت من تمرکزم بر این بوده که بتونیم زندگی سیمای بانوان صدر اسلام رو با هم بخونیم. اینها رو که تموم کردیم، انشاءالله باز اگر عمری بود میریم سراغ اصحاب پیامبر که اون رو ادامه بدیم تا خداوند چی برای ما مقدر بکنه. همه چی به دست اونه. بانوی بزرگواری که امروز میخوایم زندگیشو بخونیم، سلما خادم رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. بانوی بزرگواری که در خدمت پیامبر خدا بوده و خدمت کرده. ببینیم ایشون کی هست، یک کمی بیشتر آشنا بشیم. بدونید رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسول رحمته، رسول محبته، پیام آور هدایته، پیام آور صلح و دوستی و آسایش هست. خداوند ایشون رو این گونه نقل میکنه در آیه 128 از سوره توبه: لقد جاءکم رسول من انفسکم، پیامبری از جانب خودتون براتون اومده، از میان خودتون، مثل خودتون. عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. خیلی دلش بر شما دل میسوزونه، خیلی نسبت به شما محبت داره، میخواد شماها رو نجات بده از سختی و نسبت به شماها مهربانی و رحمت فراوان داره. رسول خدا صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ حکایت من حکایت کسیه که آتشی برپا شده و پروانگان دارن خودشون رو بین آتش میزنن، میسوزونن و من دارم هی تلاش میکنم که این پروانه ها خودشون به آتش نزنن. خدا می کنتم علی شفا حفرة من النار، شما بر لبه های آتش دیگه قرار گرفتید، لحظاتی بود که دیگه بیفتید تو آتش. نسلی که پیامبر اونها رو سبب هدایتشون شد و خداوند ایشون رو برای هدایت اونها فرستاد. اما میگه خدا شما رو نجات داد، فانقذکم منها، خدا شما رو نجات داد. و این برکت و رحمت و هدایت و دلسوزیه. هدایت امکان نداره مگر با دلسوزی، مگر با خیرخواهی. و این اون چیزی که هست در رسول خدا صلی الله علیه و سلم تجلی داره که سخت‌ترین دشمنانش، شدیدترین دشمنانش مسلمان میشن، تابعش میشن و حمایت میکنن ازش، تا چه برسه که اون کسانی که کنارش هستن. در هر صورت رحمت پیامبر تنها شامل حال مؤمنان وقتی همه میشه، مردان و زنان مؤمن، چطور میخواد شامل خدمتکارانش نشه؟ چه مردانی که خدمتش انجام میدن، چه زنانی که خدمتش انجام میدن. و امروز خب ما داستان شخصیتی رو میخونیم که این شخصیت سلما خدمتکار رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست و طبیعیه که باید این گونه باشه. چرا که رسول خدا صلی الله علیه و سلم ببینید چی میگه در مورد کسانی که براتون خدمت میکنن، در خدمت شما هستن. حالا میگفتن اون موقع به مولا یا مولات یا خادمانی که بودن، میگه اخوانکم، اینها برادران شما هستند یا خواهران شما هستند. خوب دقت کنید، جعل الله تحت ایدیکم، شرایط این گونه بوده، آزمایش الهی اینه که امروز اونها تحت فرمان شما هستند. شما امروز سرور و آقای اصطلاحاً اونها هستید، اربابشون هستید، رئیسشون هستید. فاطعموهم مما تاکلون، از همون غذایی که خودتون میخورید به اونا بدید.
نه غذای پس مونده خودتون، نه غذای نامرغوب تر رو، همونی که خودتون میخورید همونو بهشون بدید. و البسوهم مما تلبسون، به اونها همون لباسی رو بپوشونید بهشون بدید که خود شما میخواید بپوشید. یعنی بین شما و کسانی که بدون خدمت میکنن نباید تفاوت باشه. ولا تکلفوهم ما یغلبهم، به اونها چیزی رو بار نکنید که اونها توانشون ندارن. ان کلفتوم اومدی کاری رو بالاخره بهشون مکلف کردید انجام بدید و اونها واقعا براشون سخت بود، فعینونهم، برید باشون همراهی بکنید که این سختی ازشون برداشته بشه. این نگاه رسول خدا صلی الله علیه و سلم به خدمتکاران و بالاخره کسانی که اونجا در کنارشون هستن، کنیزان یا غلامانی که هستن. خب پیامبر بر همین سبب هی اصرار میکنه که بردگان رو آزاد بکنید، این کار رو بکنید، برای اعمال صالح میشه، برای کفاره گناهان ایکس ایگرگ. و این همون چیزی است که اسما دختر ابوبکر صدیق رضی الله عنه نقل میکنه، میگه حتی کنا نعمر عند الخسوف بالعتاقه، ما در زمانی که حتی خسوف شد پیامبر به ما امر کرد که ما بردگان رو آزاد بکنیم. حالا ما میخوایم در این چند دقیقه‌ای که کنار هم هستیم زندگی یکی از زنانی رو بخونیم که بالاخره در مسلمان شده، در مکه هست و در خانه پیامبر کنار پیامبر ملازم پیامبر بوده و فرصت خدمت کردن رو به پیامبر رو پیدا کرده و بانوان بزرگواری که واقعا باید قبطه خورد خوش به حال اینا که در خدمت پیامبر خدا بودن. بله ایشون معروف به سلما ام رافع هست، یا به عبارتی ام رافع سلما میگن و خدمتکار پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم هست. شوهر ایشون که ابی رافع هست که این هم بالاخره خدمتکار و مولای رسول خدا صلی الله علیه وسلم هست. و خب سلما هم خب فرزندی از این داره که صحابی مشهور هست که از کسانی هستند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اونها رو آزاد کرده و روایت میکنه. همین سلما میگه کنت اخدم رسول الله صلی الله علیه و سلم، من خدمت رسول خدا رو میکردم، انا و خضر و رضوا و میمونه بنت سعد، ما خدمت پیامبر میکنیم، فاعتقنا رسول الله صلی الله علیه و سلم کلنا، همه ما رو پیامبر آزاد کرد. خوب نگاه رو داشته باشید، بعد اون موقع ببینید که امروز اسلام ستیزان چگونه به رسول خدا صلی الله علیه و سلم اهانت میکنن، توهین میکنن به حقیقت دین. خب داستان سلما رو و با شیر خدا حمزه رو داشته باشیم، سیدنا حمزه. ببینید روایات نقل میکنه سلما بالاخره در خدمت پیامبر بود و برای صفیه کار میکرد. اون موقع خدمتکار صفیه دختر عبدالمطلب بود، یعنی عمه پیامبر، دختر خدمتکار عمه پیامبر بود، در خدمت اون بود، صفیه اونجا بودش. یعنی صفیه هم که میدونید مادر که از اصحاب پیامبر و عشره مبشره هست. و خب ایشون هم از پیامبر اسلام آورده بود، ایمان آورده بود و در کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. خب مکه هم شرایط عادی نداشت، شرایط سخت و سنگین بود. رسول خدا تحت فشار، اذیت، آزار و سایر مسلمانان در شرایطی بسیار سنگینی. عصر اولیه اسلام، سالهای اولیه اسلام هست، تا اینکه یه روز ابوجهل میاد و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو آزار میرسونه، پیامبر دشنام میده و مورد حمله و اهانت قرار میده پیامبر رو. حالا زمان زیاد نمیگذره، در همین لحظه‌ای که این پیامبر خدا رو داشته این گونه اذیت و آزار میکرده و شکنجه میداده و تحقیر میکرده و تهدید میکرده، حمزه از شکار برمیگرده. سیدنا حمزه ابن عبدالمطلب عموی پیامبر هنوز مسلمان هم نشده. تا سلما حمزه رو میبینه خودشو به حمزه میرسونه. خب همه میگن حمزه اومد دیگه، خب بالاخره بحث قبیلگی هم بوده. سلما خودشو به حمزه میرسونه و تو گوش حمزه میگه اون چیزی که دیده بود، با رسول خدا این کارو کردن، اذیت و آزار رسوندن، حمله کردن، حتی فلان شد و برخوردهایی که با پیامبر خدا کردن و یاران رسول خدا. حمزه عصبانی شد و گفت کی این کارو کرده؟ گفتش اینجوری. گفت من حسابشون رو دارم. حمزه رفت گفت ابوجهل کجاست؟ دنبال ابوجهل میگشت. بله ابوجهل نشسته با افراد خود و رفقای خودش در همون جلساتی که در اطراف کعبه داشتن، به طرفش رفت و کمان خودش رو گرفت، با شدت با کمان زد به سر ابوجهل، طوری که اون رو زخمی کردش دیگه. بعد بهش گفت تو به رسول خدا این کار کردی، حالا که اینجوریه بدون که من بر دین پسر برادر خودم هستم، اگه راست میگی بیا با من برخورد بکن. ابوجهل دیگه نمیتونست کاری بکنه جز اینکه معذرت خواهی کنه و ابراز تأسف بکنه. اینجاست که حمزه میره دیگه پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم، میگه یا رسول الله من ایمان آوردم به اون چیزی که شما آوردید. و اینجاست که اسلام میبینید شوکت عزت پیدا میکنه و خیلی از مورخین میگن سبب اسلام آوردن حمزه در واقع اینجا سلما شد، همین خدمتکار رسول خدا صلی الله علیه و سلم که در اون موقع در خدمت صفیه عمه رسول خدا بود. و میدونید خب حمزه سید الشهدا هم که دیگه در جنگ احد چگونه به شهادت رسید، شیر خدا. مازاد بر اینها
این ام سلمه، اون سلما به عبارتی ام رافع که مادر رافع باشه، سلما که رافع پسرش هست، که این به عنوان قابله هست، یعنی نقش قابله هم داره. یکی از زنانیه که معروف هست که موارد پزشکی رو بلد بوده، طبابت‌های محلی رو میدونسته و از حنا معمولا استفاده میکرده برای مواردی که اگر زخمی پدید میومده یا دست کسی مشکلی پیش اومد، از حنا ایشون استفاده میکرد. ایشون نقل میکنه که کان لا یصیب النبی صلی الله علیه و سلم قرحة ولا شوکه الا وضع علیها حنا. وقتی که جای چرک میکرد یا زخمی میشد یا خاری فرو میرفت، پیامبر اون محل رو حنا نقل گذاشت میذاشت. و سلما هم خب بالاخره در امور زنان این کار رو انجام میداد، به ویژه در بحث مامایی و بالاخره قابلگری. ایشون در مورد حضرت خدیجه ام المؤمنین به همین صورت در تولد فرزندانشون کمک کرده و همینجوری ایشون نقل شده که برای ماریه که ابراهیم فرزند رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو به دنیا آورده، بالاخره اینجا چیکار کرده؟ نقش قابله رو داشته و حتی نقل شده که ایشون بالاخره از ایشون که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در روز هفتم بود که اسم ابراهیم رو تعیین کرد برای فرزندش، که اون بخش نشون میده که سنت چگونه هست. حتی در مورد حضرت فاطمه سیدة النساء اهل جنه که دختر رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست، ایشون به عنوان قابله بوده و خب پیامبر هم ایشون رو گرامی می داشته. سلما گفتیم که در ارتباط با بیماران تخصص داشت، میتونست اینا رو نگهداری بکنه، بالاخره بهش امورشون برسه. و وقتی حتی حضرت فاطمه رضی الله عنها در بستر بیماری بود، اون بیماری که از دنیا رفت، سلما رفت و بالاخره به اون میرسید و حتی نقل کردن که ایشون در غسل حضرت فاطمه نقش داشته. و نکته‌ای که خیلی مهم است، حتی اون زمانی که در مورد ازدواج با زینب ام المؤمنین زینب است که آیات الهی نازل میشه، پیامبر ایشون رو میفرسته و این بشارت رو برای ام المؤمنین زینب میبره که ام المؤمنین زینب خب بالاخره به ایشون هدایایی رو میده. و نکته دیگری که ایشون در میدانهای جهاد حضور داره، در غزوه خیبر کنار پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هست. نکته خیلی زیباییه که اینجوری نقل میشه که ایشون وقتی پیش پیامبر میاد میگه رسول الله میخوام در جنگ با شما همراه باشم. میگه خب زنای دیگه هم هستن از قبایل خودت یا نمونه‌های دیگه، میتونی با زنان مسلمان باشی یا نه با همسران من یا مثلا با ما باشی. میگه نه میخوام با شما باشم، که ایشون میگه که خب برو با ام سلمه اینها باش که در جنگ با اینها همراهی بکن در مسائل جنگی، در تهیه غذا و موارد دیگری که برای مسلمانان هست. حتی در مورد زمانی که جعفر ابن ابی طالب به شهادت میرسه، ایشون نقل میکنه که میگه من برای خانواده جعفر غذا درست کردم و این موردی بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دستور داد که براشون برید غذا درست بکنید، چرا که اینها در شرایط سختی ان. و خب ایشون میگه که خب من خدمتکار پیامبر بودم، برای پیامبر بالاخره جو رو خمیر میکردم، آرد میکردم، خمیر میکردم و میپختم، با این مقداری روغن و فلفل میدادم، پیامبر میخوردم. فقط تغدیت انا و اخی مع رسول الله صلی الله علیه و سلم، و میومد من برادرم و رسول خدا از اون غذا میخوردن و غذای مبارکی بود نزد پیامبر. و جالب اینه که بعضی از اصحاب اومدن بعدها پیشش اومدن گفتن که خب ما شنیدیم که پیامبر چنین غذایی میدادی، آیا برای ما هم میتونی درست کنی؟ گفت من نمیدونم، آیا شما واقعا این غذا امروز به طبع دلتون هست؟ حالا چون شرایط مسلمانان تغییر کرده بود و بالاخره دارای ثروت و رفاه بهتری شده بودن، سرزمین‌های دیگه هم بالاخره فتح شده بود، شرایط تغییر کرده بود. بالاخره میگه من از اون غذا درست کردم و اونجا با اونها خوردیم و گفتم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم این غذا رو ترجیح میداده. مواردی گفتم که یک نکته خیلی جالبی وجود داره در این که قابل تأمل هست که بد نیست. این رو حالا ما وقتمونم به پایان رسیده، یعنی میخوام مطلب رو تموم بکنم. ام المؤمنین عایشه نقل میکنه، میگه سلما خب همسر ابو رافع بود، ابو رافع شوهرش بود، اومد پیش پیامبر، خب اونم در واقع خدمتکار پیامبر بود، شکایت کرد، گفت شوهر من منو میزنه. گفت چرا، مگه اذیتش میکنی، حرفی میزنی؟ گفت نه، من یه روز داشت نماز میخوند، بالاخره یه طوری شد که بالاخره نماز ایشون شکسته، حالا اون جزء مواردی میگن حدث قائل میشه، بادی از رودشون خارج شده بود. من گفتم نمازت شکسته و ایشون قبول نکرد، من شروع کرد زدن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه خندید و شروع کرد به خندیدن، گفتش که نه ابو رافع اونطور امر به خیر کرده، این رفتار رو نداشت. خیلی اینها نزدیک بودن پیامبر، این اتفاقات جزئی میافتاد، خبر می آوردن، گله میکردن، شکایت میکردن. مواردی که من میگم هر کدوم از اینها رو من بخوام الان ذکر کنم واقعا وقتش نیست. حتی اون روایتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نقل میکنه که اون زنی که به خاطر اینکه یک گربه رو آزادار اذیت کرد و اون رو در قفس گذاشت و گرسنه داد، بهش غذا نداد، میگه اون زن مثلا اینجوری جهنمی شد، عذاب شد و رنج دید. ایشون روایت نقل کرده و
حتی بحث تکبیر در نماز و امثال اینها رو. بعد نقل شده ایشون تا زمان خلفای راشدین زنده بود و بالاخره اون چه که تاریخ از ایشون تا حالا نقل کرده. خب فرصت ما به پایان رسید، تا جلسه دیگه در پناه خدای مهربان باشید. خدا یار و نگهدارتون باشه.